سلام. توی این اپیزود کتاب چک میخوایم کتاب باشگاه 5 صبحی‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ اینکه این کتاب چیا میخواد به ما یاد بده. این کتاب یکی از معروف‌ترین کتاب‌های زمینه توسعه فردی و عادات مؤثره. نویسنده این کتاب رابین شارما یکی از مشهورترین مربیان و سخنرانان در زمینه رهبری و زندگی بهتره. این کتاب به ما یاد میده که چطوری میتونیم با بیدار شدن زودتر از معمول زندگیمون رو تغییر بدیم و به سطح بالاتری از شادی، سلامتی، خلاقیت و موفقیت برسیم. نویسنده با استفاده از داستانی جذاب و الهام بخش ما رو با مفهوم باشگاه 5 صبحی آشنا میکنه. این باشگاه یک گروه مخفی از افرادیه که هر روز ساعت 5 صبح بیدار میشن و با انجام یک سری فعالیت‌های مشخص روزشون رو شروع میکنن. این کتاب به ما نشون میده که چطوری میتونیم با استفاده از فرمول 20-20-20 اولین ساعت روزمون رو به 3 بخش 20 دقیقه‌ای تقسیم کنیم و هر بخش رو با یک فعالیت مفید پر کنیم. این فعالیت‌ها عبارتند از ورزش، یادگیری و تفکر. نویسنده میگه که این 3 فعالیت میتونن به ما کمک کنن که بدنمون رو تقویت کنیم، ذهنمون رو آموزش بدیم و روحمون رو آروم کنیم. توی این کتاب گفته شده چطوری میتونیم با ایجاد عادت بیدار شدن زودتر از معمول از خواب بیشتری برخوردار بشیم، از روزمون لذت ببریم، از انرژیمون بیشتر برخوردار بشیم، به اهدافمون نزدیکتر بشیم و زندگی بهتری داشته باشیم. بیایید یه نگاهی به برخی از مفاهیم کلیدی کتاب بندازیم. مفهوم اول، باشگاه 5 صبحی، یعنی گروهی از افراد که هر روز ساعت 5 صبح بیدار میشن و با انجام فعالیت‌های مشخص روزشون رو شروع میکنن. مفهوم دوم، فرمول 20-20-20، یعنی تقسیم اولین ساعت روز به 3 بخش 20 دقیقه‌ای و انجام یک فعالیت مفید در هر بخش. این فعالیت‌ها عبارتند از ورزش، یادگیری و تفکر. مفهوم سوم، اصول 4گانه، یعنی 4 اصلی که نویسنده برای ایجاد عادت بیدار شدن زودتر از معمول پیشنهاد میده. این اصول عبارتند از خواب زودتر، برنامه‌ریزی قبل از خواب، تنظیم زنگ‌های بیدار شدن و ایجاد انگیزه. که خب اینا فقط چند نمونه از مفاهیمی هستند که توی کتاب اومده و خب برای دقیق‌تر دونستن اونا باید کتاب رو مطالعه کنید. و تو زمان پادکست‌های ما نمی‌گنجه که بیایم موارد رو دقیق بررسی کنیم. خب بریم ببینیم این کتاب به درد چه کسایی می‌خوره و ممکنه دوست داشته باشن. دسته اول، افرادی که میخوان زندگیشون رو تغییر بدن و به سطح بالاتری از شادی، سلامتی، خلاقیت و موفقیت برسن. دسته دوم، کسایی که میخوان عادات موثری رو تو خودشون ایجاد کنن و از زمان خودشون بهترین استفاده رو ببرن. دسته سوم، رهبران و مدیرانی که میخوان بهتر با وظایف و مسئولیت‌هاشون برخورد کنن و تیم و همکارشون رو هم تحریک به رشد و توسعه کنن. و دسته چهارم، هر کسی که میخواد از خواب بیشتری برخوردار بشه، از روزش لذت ببره، از انرژی بیشتری برخوردار بشه و به اهدافش نزدیکتر بشه. اگه حس میکنید که میخواید زندگیتون رو تغییر بدید و عادات موثری رو تو خودتون ایجاد کنید، این کتاب میتونه یک منبع عالی برای شما باشه. یادتون باشه که مثل همیشه جهت درک بهتر و کسب اطلاعات بیشتر توصیه میکنیم کتاب رو حتما مطالعه کنید. به نظر من که کتاب جذابیه و حرفی واسه گفتن داره. خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود همراه ما بودی. بقیه اپیزودهای کتاب چک رو میتونی تو کانال کست باکسمون گوش کنی. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.